روزی سنگ تراشی ساده زیر آفتاب داغ کار میکرد. او با حسرت به مرد تاجری نگاه کرد که سوار بر اسب از کنارش گذشت. با خودش گفت: ای کاش من هم مثل او بودم تا همه به من احترام بگذارن. ناگهان آرزویش برآورده شد. او به تاجر ثروتمند تبدیل شد. اما کمی بعد دید که خورشید حتی از او قدرتمندتر است، چون میتواند تاجران و همه مردم را به عرق بیندازد. پس گفت: کاش خورشید بودم. و باز هم شد خورشید. مدتی گذشت تا دید ابرها جلوی نورش را میگیرند. با حسرت گفت: کاش ابر بودم. و شد ابر. اما وقتی بارید، کوه بزرگی جلویش ایستاد و نگذاشت بارانش به همه جا برسد. گفت: پس قوی ترین کوه است. کاش کوه بودم. و شد کوه. چند روز بعد ناگهان لرزید، چون سنگ تراشی کوچک با چکش داشت تکه‌ای از او را می شکست. آن وقت فهمید سنگ تراش همان کسی بود که از همه قوی تر است. گاهی دنبال قدرت و خوشبختی همه جا می گردیم، جز درون خودمان. شاید همین حالا هم قوی تر از چیزی هستیم که فکر می کنیم.